سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امیدوارم که از ویدیوهای قبلی خوشتون اومده باشه. ویدیو ارتوپدی. من الان بخش بیهوشیم و الان 2 روز آخر بخش بیهوشیه و فردا روز آخر امتحان داریم. من نمیخواستم از بیهوشی ویدیو بگیرم، میخواستم همون چند تا ویدیو کوتاهی باشه که گذاشتم، ولی انقدر این چند روز آخر چیزای عجیبی دیدم و تصورم نسبت به بیهوشی عوض شد که تصمیم گرفتم این ویدیو رو برای کسایی بذارم که مثل من تصور غلطی از تخصص بیهوشی داشتن و امیدوارم که به اونا کمک بکنه که نظرشون راجع به رشته بیهوشی عوض بشه. من فکر می‌کردم که بیهوشی، تخصص رشته بیهوشی کار با اون تکنسیانا و بقیه کارشناسای بیهوشی و اتاق عمل و اینا ندارم. فکر می‌کردم که تخصص بیهوشی اینطوره که مثلا اون پزشک متخصص میاد حالا بیهوش میکنه مریض رو، چک میکنه دیگه، میره تا آخر عمل، بعد مثلا میاد حالا وسطش که کاری باشه بهش میگن، آخر عمل میاد مریض رو به هوش میاره و علامتش رو چک میکنه و تمام. فکر میکردم در همین حده، ولی واقعا اصلا اینطوری نیست. یعنی اولین پزشکی که شما باهاش توی اتاق عمل مواجه میشین و آخرین پزشکی که باهاش حرف میزنین ولی احتمالا یادتون نمیاد، بخش صدای بیرون میاد، من میکروفون ندارم که صدای متعارف حذف کنه، و آخرین پزشکی هم که باهاش صحبت میکنیم و احتمالا یادتون نمیاد که آخرین کسی که باهاش حرف زدیم فرد بوده، پزشک متخصص بیهوشیه. داشتم میگفتم که جدا از اون ابتدا انتهای عمل، کل طول جراحی پزشک متخصص بیهوشی باید حواسش به علائم حیاتی اون مریضه، ضربان قلبش، ریتم تنفسش، اکسیژنش، کربن دی اکسیدش، تمام اون دستگاهی که توی اتاق عمل هست و پزشک متخصص بیهوشی باید نگاه بکنه و بدونه چی به چیه و حواسش به مریض باشه کاملا. به کل سیر عملی با کل تیم اتاق عمل اونا باید زیر نظر داشته باشه اونا رو، چقدر از عمل مونده، چقدر دیگه باید مثلا مریض بیهوش باشه، داروهاشو باید تمدید بکنه، دارو بزنه، خون میخواد، مایع میخواد، یعنی کلا حواسش باید به خود مریض باشه. بعد جدا از اون من نمیدونستم فوقایی داره، فوق تخصصایی داره، فوق تخصص درد، فوق تخصص که میره تو آی سی یو، کار تو آی سی یو هم باز حالا فوق تخصصای بیهوشی انجام میدن و یه قسمتایشو فوق عروق داره، تو جراحی‌های عروق مثلا باید باشن دیگه، مثلا برای اندوسکوپی یا اون کارهای تصویر برداری، پاراکلینیک که نیاز به یکم خواب‌آلودگی یا سدیشن مریض داره، خب اینا رو متخصصای بیهوشی بعد انجام بدن و خیلی کارهای دیگه. یعنی خیلی وسیع‌تر از اون چیزی که من فکر می‌کردم. یه چیزی که خیلی ناراحتم میکنه و با اینکه خودم عمل سنگین داشتم و منم متوجه نشدم که اون فرد فوق تخصص بیهوشی که داره با من صحبت میکنه، تو سر اتاق عمل اینطوریه که مریضا از فوق تخصص بیهوشی، یعنی اون بالا سرشون داره باشون حرف میزنه، ازشون پرسه که حالت خوبه، مثلا مریضی خاصی نداری، چند سالته، عملت چیه، مثلا با طرف حرف میزنه، ازش پرسن که دکتر نمیاد، پزشک نمیاد، دکتر نمیاد اینجا و نمیدونن اون کسی که داره باهاش حرف میزنه یک پزشک متخصص بیهوشی یا فوق تخصص بیهوشی.
به مریض میاد اینجا بعد از اتاق عمل دستش میکنه به اون دستگاهی که اون بالاست. اینجا هواکششه که اینجا یکم دماش کمتره. بعد یه کاری میکنه از اینجا هم تصویر جداش میکنه و میگیم که این ویدیو باعث میشه که اونایی که تصورشون مثل من از بیهوشی یه چیز دیگه از عوض بشه و واقعا کار خیلی عجیب و بزرگی انجام میدن که اتاق عمل متخصصای بیهوشی من تا الان نمیدونستم و فکر کنم از بیهوشیم خوشم اومده مثل ارتوپدی. امیدوارم که شما خوشتون بیاد. خب اینم از روز یکی مونده آخر بیهوشی. فردا من امتحان دارم. روز قبلم سر زدن به اونجاست ولی ویدیوهاش یکم جلو عقب میذارم اول چیزش رو میذارم بعد اینجا تا در داره. من برم از در اورژانس برم تو، از در اصلی نمیرم تو. خب حتما دقت کردیم که اورژانس دیدیم رو دیوار رد داره یه خطای رنگی گذاشتن، یه چیز داره تحت عنوان تریاج که مشخص میکنه مریضا بر اساس وضعیتی که دارن و تو کدوم بخش چه وضعیت اورژانسی دارن که بعد بهشون رسیدگی بشه. اورژانس سبز داریم، زرد داریم، نارنجی داریم، قرمز و متوسط داریم. حالا بر اساس وضعیتشون مشکلشون علامت حیاتشون دست بندی میشه. حالا الان دست اینو بذارم تو رفتن ویدیو رو میگیرم که اون تیکه ها رو ببینم. سلام، اینجا اتاق گچ و بخیه است دیگه. هیچ کاری گچ و بخیه است. من بیهوشی ام ولی الان اومدم اورژانس که ویدیو بگیرم و اینکه روزای آخرم هست. می‌بینید که اتاق خالیه. بخیه است. حالا برای مریضایی که نیاز داشته باشن استفاده میکنه. من ازشون بر نمیدارم و به نفسم غلبه میکنم با اینکه نیاز دارم. سعی میکنه تیروید خودش رو پیدا کنه.
امروز هوا سرده، من مریض بودم، بدتر شدم. الان داریم بیریم بیرون، بریم که اینجا املت بخوریم و دیگه تموم میشه نقش روژانسشون. چای من دارم چنل چای، همه مردم از عکس از چایشون میفرستن. بذار بیارم تو چنل چای. آره فکر کنم خوبه. ارسالی نه چایی نکن، همینجوری روزی 10-20 تا عکس چای. ارسالی خانم نرگس دارم ما هم بفرستم. همین الان بس میگه تو هم بگیر. این چای سوزی مثلا بیا از دستمون. نه این زایده دکتر امیرعلی بنویسم ارسالی، نه ارسالی که نه، از بچه های بیمارستان رسول. همین میشناسه تو رو میرن چایمون باید کنیم برمن بودن همون. چند روز مونده، همون 2 روز دهنمون رو صاف میکنه تا تمام شه.